آخرین گروه و اشخاصی که دانشجو در روز دانشجو باید ببیند و بشنود شمایید. شمایی که دستانتان و هر نفستان بوی خون میدهد. شمایی که جان پاک ژینا و نیکا و حدیث را گرفتید و هر سال روزهایی که نفس خون‌آلودتان از ترس حضور مردم در سالگرد پرکشیدنشان میگیرد خیابان را پر از مزدورانتان میکنید، اما صدای زن نمیمیرد. شمایی که کاسبان تحریم و غارتگران سفره‌هایی هستید که هر سال کوچکتر میشوند. قاتل سفره کارگری، جانگیر آخرین دست و پا زدن‌های اقتصاد این خاکید، اگر چیزی از تن بیجانش مانده باشد. برخلاف شعارهایتان معنا کننده زیست سلطنتی هستید و سرکوب تنها پاسخی است که در مشتتان است، اما زندگی نمیمیرد. شمایی که پس از گذشت 27 سال از قتل حکومتی مختاری و پوینده از جمع شدن چند نفر کنار مزارشان میترسید، از قلم و از صدا میترسید، میکشید اما نمیدانید صدای آزادی خاموش نخواهد شد. با افتخار فریاد میزنیم صدای زن زندگی آزادی نه میمیرد و نه خاموش میشود. زن زندگی آزادی، نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر. پس ما را بکشید. نه آقا احترام بذارید. اجازه بدین صحبت لطفاً اجازه بدین صحبت بکنید. شما اینا رو همونجا بگید لطفاً. شاید روزی برسد که ایران خانوب زیبایمان به مدد دانش نداشته و سیاست‌های احمقانه شما نه هوایی برای نفس دادن داشته باشد و نه آبی برای سیراب کردن، اما آن روز هم صدا هست، قلم هست. کل این خانه هم اگر شوق بزنید آن روز همچنان از ترس استخوان‌هایمان یک خواب راحت نخواهید داشت. روز دانشجو بر تمام دانشجویانی که مشتی برای گره کردن و صدایی برای فریاد زدن دارند مبارک. خدا نگهدار.